یک چیز ما فکر نمیکنیم، روح ای جون فرق نمیکنه. کمبودی اساسی ما همی هایی که روح ای جون فرق نمیکنه. غیر آن جانی که در گاو و خر است، آدمی رو روح جان دیگر است. او حضرت ملک الموت قابض ارواح های، روح قبض میکنه. این جان رنگی نمی توک های، الکتریسکی توک. این دیده بسیده که کشتی مرد تمام. انمی جان نمی خیلی. دل کار کردسته، خون هر ستیله کردسته، بدن کار میکنه. اما روح دیگه های. روح رنگی فلش در تلفن. جداگونه های. روح اول در بدن آدم نیست. وقتی در شکم مادر 120 روزه شد، بعد به امر پروردگار روح دمیده میشه در بدن. میفهمید؟ امام غزالی همین را چی میکنه؟ میگه که هم مردم اصلا بگه این بدن یک چرپای سواری برای هم روح های. اصل انسان روح های. همه همین حیثیاتی که داریم کو، حیثیاتی بویدن، دیدن، چشیدن، شنیدن، خپیدن، همه یه خدمت روح هم میکنن. همین 5 کانال اینفورماسیون را جمع میکنیم روح بوی میگردونیم. دیده آدم میبره بدنش میپوسه، نه که روح نمیبره، او روح هست. انا ملک الموت خوابیز ارواح روح ها را قبض میکنن. روح در کی میشوه؟ از مخلوقات خدا. روح در ملائکه میشوه. ملائکه اصلا روحانی های. روح انا در جن ها میشوه و در انسان ها. یه دیگه گاو و خر این حیوان ها ندارن یا روح ندارن. همون جان نه فقط در حیوان ها، در رستنی ها هم هسته. همون جان داره که سبز میشوه و میوه میته و میده و هم نیستی؟ اگر همون که نباشه خشک میشود، هضم میشود میروه. همه همین نباتات، حیوانات همه جان دارن. جان قبض نمیشود. جان مهلت که اومد میبریم میروه. اما روح قبض میشود. روح به عالم ارواح میروه. یا هم دیگر فرق میکنن. همین یک داری خواهرش فاطمه ایمان آورد. این خدمت یک زن است که همین عمر به اسلام گرداند. پس عمر دیگر همین قدر خدمت هایی که داشت، همین قدر خدمت هایی که نشان داد، همش رو انجام دادن. اما اسلام رو ما باید انشاءالله که همه اهل علم است، همه فهمیدگان نخبگان فکری اسلام هست، انشاءالله بتوانیم خوبی ها و نیکی های اسلام رو به سمت، به رویش، به طریقه انشاءالله پیشکش جمعیت کنیم که امروز در یک سطح محدود 10-20 کسی که همیشه در مجلس ها بشینیم نزد اهل علم همین ها هم خوبن گوش میکنن، نو به نو آمدن گیرن. وقتی جناب رسول اکرم دعوتشان رو در روزهای اولی نزول وحی سر کردن، بعد از خانوادهش 5-6 کسی دیگر ایمان آورد. حضرت ابوبکر و به دست جناب ابوبکر رضی الله عنه، حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام و حضرت طلحه بن عبیدالله ایمان آوردند. این 8 نفر در دوره بود که رسول اکرم هنوز در خانه بی بی خدیجه دعوت میکردن و پنهانی بود. پس از آن رسول اکرم به خلاصه اومدن که دیگر یک مرکزی جمع شوی با صحابگان در بیرون از خانه خدیجه رضی الله عنها جستجو کنند. این ایمان آوردگان از شاخه های گوناگون قبیله قریش بودند و در بین همین ها یک جوان 15-16 ساله ایمان آورده بود با نام ارقم، پسر ابوالارقم. این از بنی مخزوم بود. این ارقم، این بچه که 15-16 ساله. خانه خدیجه رضی الله عنها امروز نشان دادن که در منطقه که مروه جایگیر شده است، سعیگاه، جایی که مروه است، پشت مروه در سرها را پس میکنن حاجیان، از هوا 10-12 تا 15 متر بیرونتر
جای خانه خدیجه رضی الله عنها، جایی که پیغمبر همراه خانه با زندگی کرد. اما بنی مخزوم در این طرف صفا این دره و این کوها در زندگی میکرد. همین پسرک 15-16 ساله ارقم پیشنهاد کرد که ای رسول خدا در خانه من مسلمان ها جمع شوند. قبول کردم. یک جایی که مشرکا دیگه گمان نبرند که در خانه پیغمبر علیه السلام، در خانه حضرت ابوبکر، عثمان، در اینها جمع میشن، اینا شناخته شده بدن، بلکه یک جای رفت که هیچ باور نداشتن مشرکا که همین بچه ها که 15-16 ساله رسول خدا و صحابگان در خانه خودش جمع میتیه و صحبت های پنهانیشو در همونجا میگذره. ولی 3-4 سال دعوت پنهانی در خانه همون بچه ارقم گذشت و ارقم از نامدارترین صحابگان شد و خانه ارقم یک تاریخی برای اسلام شد. دیگر هر کسی که تا پیش از گذشتن رسول اکرم به خانه ارقم ایمان آورده بود در تاریخ ها نوشته شده است که فلانی ها پیش از آمدن رسول اکرم به خانه ارقم ایمان آوردن، فلانی ها در دوره در خانه ارقم دعوت میشدگی ایمان آوردن، انا فلانی هاش پس از اینه. یعنی یکی از مرحله ها را دیگر در تاریخ معین میکرد. انشاءالله که این بگی جان حاجی جان دادرم همه شماها سرمایه های اسلام هستید، شما افتخار کنید و انشاءالله خدمت بزرگان اسلام غنیمت بدانید برای خودتان. این بزرگان، این برگزیدگان قوم در این روز هستند که اینا وارثان رسول اکرم هستند. رسول اکرم مال چیزی برای بازماندگانش، برای امتش باقی نگذاشته بود، میراث نمانده بود. دین خدا، کتاب خدا و سنت خودش را، یعنی علم اسلام را به میراث گذاشت و این عالمان، این بزرگان میراث برنده علم و دیانت و کتاب و سنت رسول اکرم هستند. شماها ای جوانان، ای دادران ما، به منزله یعنی یک مقدار پیروی همان ارقم و دیگرها باشد در خدمت اسلام و از دنبال این بزرگان بروید. امروز جامعه را هممون دیدیم، کوچه برای میبینیم و یک نمونه عالی اخلاقی و مسلمانی و ایمانداری نیاز دارد. میبینیم چقدر نسل امروزه ما بعد از استقلالیت فحشگو، ناسزاگو، نه اخلاق سخن گفتن، نه اخلاق پوشیدن لباس درست، نه اخلاق درست دستن را دارند. ده ها و صدها مثل شماها جوانها با نصیحت های این بزرگان نمونه در بین همه قوم بود. وقتی 2-3 نفر شما در مشروط کرد دیدن که اون قدر گپ و ناسزا و سر لباسی بیره، شما آرامانه شیشگی یک صحبت خوب و فرهنگی انجام میتی، حتما تأثیر رو میکنه. 10 ها و 100 ها نفر از جوانان تربیت دیده بر اساس سنت رسول خدا وقتی در بازارها رفتن دیدن اون راه و رفتار مردم اینها نه از ترازو بزنن، نه فند فریب کنن، با یک سربلندی و عزت و آبرو و نمونه اخلاقی رفتار کنن، انشاءالله تأثیر خودشون جامعه به همه شکل اصلاح می شود در آینده پیش می رود. رسول اکرم کار را که کرد هیچ معلم، هیچ مکتب نتوانست کرده. ما مثلا وقتی یک استاد میگیریم، استاد مشق، شکاله های مشق میگیریم، وقتی یک استاد فلسفه را میگیریم، استاد فیزیک و شیمی و یک جا را میگیریم، فقط میتواند 10 و 20 50 100 شاگرد در همون ساحه خودش برارد. یک مکتب سیاست شناسی را میگیریم، دانشمندان سیاست شناس میتوانند 50 100 یا 200 300 شاگردی در ساحه سیاسی برارند. اما کار رسول اکرم انجام داد، امت ساخت. امتی که نویسنده داشت، سرلشکر داشت، جنگاور داشت، پیشبرنده اقتصاد داشت، تمام چیز را داشت. امت ساخت. امت همه چیز را دیگر دارد. برای همین ما امتیم در همه سمت ها
با توازن با صورت برابر حرکت کنیم پیش بریم. این وقت خانواده هم خانواده خوب میآید، فرزندم فرزند نیک میآید. انشاءالله پیشرفت ها و سربلندی ها نصیب همه ما میگردد. ما وقتی در خانه میشینیم سخنان نیک میگیم، کوچه و ایران که باشد هم فرزندی ما بعد 2-3 ساعت با برآمده به یک آدم با میخرد و هم با تاثیر انسان. حیات اجتماعی و جمعیتی انسان هیچگاه از دو جریان متعاکس، یعنی بر ضد همدیگر حرکت کننده خالی نیست. یا میتوانی تأثیر بگذاری یا نباشد متأثر میشه، یعنی تأثیر قبول میکنی. یا خوبی ها را میتونی برسانی تأثیر گذاری، یا از بدی هاشو مجبور متأثر شوی چی بگیری. انشاءالله آینده به نیکی است. در بین این گفته ها یک چیزی دیگر را یادآوری بکنم. همه در تلویزیون ها در چی ها میبینیم که مادری همین جناب عالی پیشوای ملت یک پیرزنه که با یک داکه بینیش را پیچونده، آستین های همین مادری ما کشاده و با همون سر صورت تاجیکی و مسلمانی ببینید چه خیلی فرزند به دنیا آورده است، مثل پیشوای ملت جناب عالی. اینها را ببین، اینها رو پوچه هایی که این رو تا زانه ها را برهنن، از اینها کی میآید دیگر. فرق تا همین جا است. ما وقتی بخواهیم انسان بزرگ شخصیتی که ملت بدارد خدمت کند پیش برد، هم خیلی مادرها در خواهد. لباسی که به اسلام موافق باشد و رول می‌بازد در حیات انسان. این برهنگی ها اینها علاقه آبرو و عزت شخصیت اموزن از بین بردن. فرزندی و دیگر پگه چه می شود. گفتن این بزرگوارا همه چیز یادآور شدن رفتن. اما مهمتر همین است که ما بدونیم اسلام یک تعلیمات عمومی به پهناوری حیات انسان است. همه سمت ها و ساحه ها را در نظر بگیریم، حرکت کنیم و انشاءالله این سخن ها گهربار، این گلدسته های از نور را که انشاءالله تقدیم داشتن به خوبی قبول کنیم و هر چیزی که ما معذور بدیم ما تقدیم عذر خودمون می‌داریم که خیستیم یک چند سخنی گفتیم. البته ما کمی چی هست یکان با احساسات چیزی گفته باشیم معذور داریم ما را و با همین از بزرگواران از شما بگی جان صاحبی انشاءالله این نعمت صاحبی این جشن صاحب این خانه، اگر اجازه مطیع ما کم و بیش کار داریم بخیزیم و انشاءالله بعد بزرگوارا صحبتاشون انشاءالله دوام کنیم. سلامت باشه. سلام داملا جان انشاءالله ما افتخار شما ها سرمایه ملت هستیم، ما افتخار داریم. قول مقصود یکون